بزرگترین لحظه در تاریخ مبارزه ملی ما که به واسطه زبان انجام شده است، این آفریدن شاهنامه است. و شاهنامه فردوسی با تفاوت از همه چیزی که تا اون نوشته شده بود، البته ما دیوان رودکی را در دست نداریم که قیاس کنیم، ولی با همه آثار دسترس اگر در قیاس گیریم، شاهنامه فردوسی اولین اثر است که هم از نظر حجم، هم از نظر قدرت بیان، هم از نظر هنر و هم از نظر پیام ملی داشتن، همون مسئله بود و نبود این ملت و این تمدن را حل کرد و نقطه گذاشت. بعد شاهنامه دیگه هیچ کس شبهه نداشت که این زبان بزرگ است، این ملت بزرگ است، این تمدن بزرگ است و این تاریخ بزرگ است. بنابراین شاهنامه این جوابی بزرگترین ملت ما به تمام بحث‌های تمدنی تاریخی بود. شاهنامه و مسئله عرب و عجم را هم نقطه گذاشت، مسئله گذشته و آینده را هم. از این رو شاهنامه همچون شناسنامه ما، همچون کتاب بزرگ سیاسی ما پیش از همه اهمیت ملی و تاریخی و سیاسی دارد. و اگر دیدید که در همون توصیف شاهنامه خود فردوسی گپی عجیب میگه که بسی رنج بردم بر این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. در همین بیتی که هر روز میخونیم بینید این کنسپسی است. چخیل میگه که در همین با این 30 ساله زحمت من عجم را، یعنی مردم ایران زمین را، تمدن فارسی را دوباره زنده کردم. زنده کردم به چیزی میگن که در حال مردن بود، در حال سقوط بود، یعنی در اون عصر 7 8 9 حالتی که تمدن ما پامال شده بود، بیاد که من دوباره گرفته به جاش آوردم. و از همه نکته ظریف که دقت نمیکنیم گفت که به واسطه زبانم این کار را کردم، عجم زنده کردم بدین پارسی، یعنی به واسطه زبان را دوباره به جایگاهش برگرداندن من عجم را زنده کردم. یعنی اون رسالت خودش را بسیار دقیق بیان کرده است که پونکت 1 یا نکته اول یعنی عجم را زنده کردم، نکته دوم که این رسالت را به واسطه قدرت زبان فارسی انجام دادم. شعر مشهور گلرخسار است که شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی، یعنی که این ملت در شاهنامه همچون در وطن، همچون در یک محیط زندگی کرده، زنده ماند و اون تخت و تازهای سیاسی نتوانست که درونی این کاخ را تسخیر کند. و یک افتخار بزرگی ما در نسبت تمام مردمان این منطقه این است که ما دوره‌های بر وقت تاریخی آثار خطی کتبی داریم. آثار کتبی، مثلا شما تصور کنید که دو اثری هست که یکی شاهنامه، فرضاً یکی منص. شاهنامه این اثری کاملی کتبی در معیاری هست که او را این نتیجه یک تمدن هست. منص مثلا یک اثر فولکلوری دهانکی خلقی هست که بعداً در دوره شوروی با اون سیاستی دوره شوروی که گرغولی را جمع کردن و منص را جمع کردن، این را جمع آوردن. بعضی انسان ها همین فرق نفهمیدن، میگن خیلی اگر شاهنامه 60,000 بیت باشه، منص 100,000 بیت است، گویا که منص 2 برابر شاهنامه بزرگتر باشه. این چیزی قیاس نشونده است. یعنی منص همین خیلی است که در اون محفل در جاش ایجاد میکنه، با یک اثری مردم همسایه را تحقیر نمیکنه. منظورم که ژانرش همین خیلی است، یعنی بداهتاً در همون محیط سروده میشد. ما هم داشتیم همین خیلی. شاهنامه این اثری معیاری در ژانری رسمی ادبی در دایره تمام دستاوردهای یک تمدن نوشته شده است، بنابراین قابل قیاس نیست.